آقایش میدونی این توییتا چرا چرخش اینجوریه؟ والا منم نمیدونم، ولی این توییتا مال یک راننده تاکسی اندونزیاییه که گفته چیکار کنم همه بهم توجه کنن که یهو یه ایده به سرش زده و الان داره همه نگاش میکنن و در مرکز ثقل توجه قرار گرفته. به هم میگن چنین، بقیه هم میبیننش میگن این شاسکول نگاه کن تو رو خدا. این ماشین از نظر سرعت و قدرت تفاوتی با نسخه‌های معمولیش نداره، ولی راننده‌اش کلی معروف شد. اما این ماشین شما ببین که موتور جت گذاشتن روش و قرار بوده به سرعت برگزون 1200 کیلومتر در ساعت برسه، ولی بعضی گفتن آقا این چه کاری، خیلی خطرناکه و خلاصه به خاطر مخالفت‌ها و پرهزینه بودن کار پروژه کنکل شد. اما این ماشینی که ملاحظه می‌کنید مال BMW یا BMW است و شاید باورتون نشه، ولی واقعا یه زمانی BMW اومد اینو تولید کرد. بله، این ماشین در سال 1950 به بازار اومد و محبوبیت زیادی هم داشت. درش از جلو باز می‌شد و فرمونش هم رو درشه. کلاً هم 2 نفر گنجایش داره و باهاش عین موتور میشه همه جا رفت. ولی چون ایمنی کافی و وافی رو نداشت، دیگه تولیدش رو دوستان متوقف کردن. حالا شما لایک رو بزنید و بگید عجیب ترین ماشینی که دیدید چی بوده.